اومدیم دوباره با تحلیل بیت کوین ببینیم پوزیشن های دیروزمون چی شد، لایف ترید چی داریم برای امروز. یه بررسی بکنیم چارتو. اینا که برای 2-3 روز پیش بود. این دوتا رو تو لایف ترید دیروز درباره‌اش صحبت کردیم که بالای این شادو بود که گفتیم ریسکیه. اومد و خیلی خوشگل خلاف جهتم بود، اومد تا 1/3 اومده پایین. ما رو همون 1/2 گفتیم فری ریسکش میکنیم یا اصلا شاید کلا بازی رو تموم کنیم. توی قسمت بعدی گفتیم که این پایین که بهتر شکل گرفته بود ببخشید، اینجا رو در نظر بگیریم برای یه پوزیشن لانگ که 1/2 تا همینجا میشد. اگر درست دقت بکنیم میبینیم که 1/2 که هیچی، بکنم 1/10 داده باشه. آره تقریبا همون 1/9-10 داده که ما رو همون 1/2 فری ریسک میکنیم و حالا خودمون میدونیم دیگه. ببینیم میخوایم با توجه به ریسکمون استاپ رو تریل کنیم، فری ریسک کنیم، رو همون 1/2 ببندیم یا یه خورده باهاش ادامه بدیم. گزینه بعدیمون گفتم در صورتی که این دوتا بخواد استاپ بخوره یکی از مناطق اینجا بود که انقدر مومنتوم حرکت بالا بود، فقط یه واکنش ریز داده و رفته. پس ما دیروز در اصل انگار دوتا پوزیشن تارگت داشتیم. این یه دونه هم برای زاپاس گذاشته بودم که اگر این دوتا استاپ بخوره برداریمش، که این خودش استاپ خورده. دوتا تی پی یه دونه استاپ در نظر میگیریم. خب بریم ببینیم حالا برای امروز چی داریم. یکی این قسمت زیر هست که فعلا ازش دور شدیم. بریم تو بالا ببینیم این بالا اصلا به کجا خورده. یه خط بندازیم بریم ببینیم گذشته کار کجاست. درسته. خب خیلی هم جالب. اینجا رو نگاه کنید. قبلا هم تو لایف تریدایی که گذاشتیم همونطور که میبینید این منطقه فرش مونده بود، از قبل جاش گذاشته بود، اومد برش داشت. خیلی خوشگل. یه خورده نسبت به اون منطقه که ما انتخاب کرده بودیم نگاه کنید پایین ترشو زده، ولی چون بالای این نقدینگی بوده از همینجا ما میتونیم بگیم که این نقطه رو برداشته. الان دنبال اینه که ریتریسشو بگیره. حالا بریم ببینیم اگر اینجا رو ما فعال کرده بودیم این خط استاپمون، این خط هم بذاریم ببینیم که بالای این نقدینگی بوده. ببینیم 1/2 رو باز هم اینجا داده یا نه. هنوز فکر کنم در حد 1/1 ریتریس داده. یک به دو. خب این نقطه هنوز فعال نشده بود برای ما. بریم ببینیم که اینجای بازی به چه نتایجی میتونیم برسیم. اولین چیزی که میبینم این قسمت احتمال داره هانت بشه. اگر نخواد هانت بشه توش بعد نقطه مناسب پیدا کنیم. یه نقطه اینجا داره.
اینو بگیریم نقدینگیش. اگر کل اینو بگیریم نقدینگی، یه جا اینجا میبینم. تو قسمت بالا یه خورده کندلا بلا تکلیفم، اشکال نداره دیگه. ما هم بالاخره ترید ترید یعنی ریسک کردن. اینو نقدینگی در نظر بگیریم. اینجا برای پوزیشن شورتمون نسبت به این پایین یه خورده مشکوکم. اگر بخواد با مومنتوم بالا بیاد، میتونه بیاد کلن اینو کلشو نقدینگی ببینه و یه هانت از رو جفتش بره. ولی خب این دوتا پوزیشن هم داریم اینجا که قطعا پایینی معتبرتره. یعنی بین این دوتا وقتی دوتا فرش میفتن پشت هم، احتمال داره اولی هانت بشه و بعدی بره. اگر یه احتمال دیگه هم هست، اگر مومنتوم زیاد نباشه بیاد اینجا یه حالت تصفیه مانند اینجا یه ریتریس بده، یه بالایی بزنه، حالا 1 به 1 1 به 2 بده، بعد برگرده بیاد این استاپو بزنه بیاد اینجا و بره. این یکی از مدلاییه که میتونه اینجا بازی بکنه. اگه مومنتوم زیاد باشه میتونه کامل بیاد جفتشو با همدیگه رد کنه و استاپ بزنه. باید این هم در نظر داشته باشیم. بریم تو این قسمت های پایین تر خودمونو برای اینجا هم آماده بکنیم. من یه خورده خلوت کنم این قسمت رو. خب اینجا یه منطقه داریم، این هم میتونه هانت بشه. این قسمت هم میتونه هانت بشه و بیاد، یعنی یه حالت دقیق ترش اینجاست که مثلا بیایم اینجا رو بگیریم. من دیگه کل اینو میگیرم. خود این شادو ها هم جای قشنگی هن که این هانت بشه و بیاد به این شادو ها بده. من اینجا رو 2 ورود براش میذارم. یکی و نقطه ورودش رو بالاتر میذارم، همش هم 1 به 2 خارج میشه. چون این شادوه واسم جذاب بود، احتمال میدم اینو بخواد هانت بکنه به اینجا هم یه واکنشی بده اگر به اینجا برسه. داریم خودمون رو برای اون موقعش آماده میکنیم. پس اینجا شد این پوزیشن که حالا من توی 2 نقطه ورود میخوام بهش ورود کنم که ریسک ریواردم بهتر شه. 2 نقطه ورود اینجا داریم، اینا هم پوزیشناش میشه این و این
اگر بیاد به اینجا واکنش بده، من احتمال زیاد روی 1/2 حجم زیادی رو خارج بشم. اگر بیاد به این قسمت واکنش بده، احتمال اینکه فری ریسکش بکنم ولی باهاش تا بالا بیام هست. حالا بستگی داره اینجا اول بیاد سراغ این منطقه یا بیاد سراغ این منطقه. دیگه باید منتظر بمونیم ببینیم اول سراغ کدومش میاد. این دوتا ریسکش اینه که احتمال هاند شدن داره. اگر مومنتوم صعودی بالا بیاد سراغش، احتمال داره از همینجا برداره اینا رو ببره بالا. یه استراتژی خیلی خفن دارم برای اینجور جاهایی که داره بازار خیلی مثبت میره، اونم توی یه ویدیو قطعا آموزشش میدم که با یه دونه خط شما همینجا میتونستی ورود بکنی، 1/10 ورود بگی. با همین خط میشد اینجا ورود کرد. نه، بیاد اینجا ورود کرد. با همین 4 تا دونه خط شما میتونستید نقطه ورود بگیرید و تا اینجاها 1/10 پوزیشن بگیرید. حتی این پایینش هم فکر کنم ببینم داده اول. نه، این پایینش نداده. وسط همچین حرکتایی بخواید ورود بکنید، اون یه ستاب خفنه، خیلی هم ساده است. خب بریم ببینیم که تو این چند روزه تعطیلی هم هست کدوم یکی از اینا فعال میشه. این 3 تا پوزیشن، این هم 4 تا. ببینیم اول استاپ کدومشو میزنه. پرسود باشید.